افتتاح و بهره برداری از پروژه 1.5 کیلومتری جاده فرعی در شهر چاریکار. شاروالی شهر چاریکار 1.5 کیلومتر جاده فرعی که شامل کانکریت ریزی 7 کوچه، اعمار دیوار استنادی، سنگ فرش پیاده روها، کانال کشی جویچه ها و ساخت گلدان ها در نواحی سوم و چهارم شهری بود را به بهره برداری سپرد. این برنامه طی محفل با اشتراک والی پروان، رؤسای ادارات محلی پروان، وکلای گذر و اصناف شهر چاریکار برگزار گردید. بهره برداری این پروژه با استقبال گرم حکومت و مردم مواجه گردید. پروژه‌ای که امروز افتتاح میشه 7 جاده فرعی است که مجموعاً 1.5 کیلومتر طول جاده است، 7 متر عرض جاده است، با شمول دیوارهای استنادی کنار پروژه، اعمار گلدانها، اعمار پیاده روها. ساخت و ساز در شهر زیادتر آغاز شود و جریان پیدا بکنه، ای به نفع مردم است و سهولت ایجاد میکنه و خاص توقع مردم از امارت اسلامی افغانستان به خصوص مقام ولایت در تبانی با شاروالی محترم شهر چاریکار ای است که پروژه های انکشافیشان از این هم زیادتر گسترش بتن. خوشبین هستیم از تطبیق پروژه انکشافی و خاص ما از شهرداری و بخصوص اداره محلی پروانی است که در این پروژه اکتفا نکنم، ساعات دیگه دوردستی که در چاریکار است باید به اونا هم رسیدگی شود. وطن را پاک و گلکاری به دنیا ملتی افغان، یقین یک پیکر و یک دل.